وزیر اقتصاد که این معرفی میشه، این گزینه‌ای که مطرح میشه تایید میکنین توی فضای مجازی اسمایی برده میشود؟ آیا به گزینه نهایی رسیده دولت؟ به وقت خودش اعلام میشه. فضای مجازی کارش گمان زنی است دیگه. مگه انتظاری بجز این داری؟ حسنش چیه که شما با کارت بانکی بتونید سوخت کنید؟ ببینید حسنش در این هستش که به هر حال آدمی که داره از خودرو استفاده میکنه یک آدمه. ما اینجا داریم به خودرو داریم سوخت رو تعلق میدیم. در واقع سوخت تخصیص پیدا میکنه به خودرو، در حالی که میگه شما اگه یه ماشین دارید به طور مثال فرد دیگری 3 ماشین داره، چه فرقی میکنه؟ آقای دکتر پزشکیان تنها رئیس جمهوری هستند که این میزان برای حوزه آموزش عمومی یعنی آموزش و پرورش وقت گذاشتن. ما نداشتیم، به صورت مطلق میگم. درود میفرستم بر شما خانم ها و آقایان گرامی. خوش آمدید به کانال اخبار ایران. بسیار خرسندیم از اینکه وقت گرانبهای خودتون رو میذارید و محتوای کانال رو تماشا میکنید. لطفاً کانال اخبار ایران رو که متعلق به خودتونه سابسکرایب کنید و تا پایان ویدیو با ما همراه باشید. و عرض سلام و ادب دارم حضور سرکار خانم دکتر مهاجرانی. خیلی خوش آمدید. طاعتون قبول باشه. سال نوتون مبارک. این پیروزی اخیر و صعود تیم ملی هم خدمت شما و همه مردم ایران تبریک میگم. بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم. خیلی خوشحالم که در این شب فرخنده که هم در ایام نوروزه هم در ایام رمضان المبارک هستیم و هم با این پیروزی پر افتخار تیم ملی فوتبال کام مردم ایران دو چندان شاد شد، در خدمت شما و مردم هستم. بسیار این پیروزی رو تبریک میگم. امیدوار هستم که این بهاری که آغازش هم آغاز پربارشی بوده، هم الحمدلله با این پیروزی کام مردم شاد شده، بهاری باشه که سال نکویی رو به دنبال داشته باشه انشالله. خیلی متشکرم که دعوت ما رو برای امشب پذیرفتید. ما امشب راجع به اولویت‌های دولت در سال 1404 می‌خوایم صحبت بکنیم و طبیعتاً از این فرصت مقتنم می‌خوایم استفاده کنیم. هر چی سوال راجع به دولت داریم از سرکار عالی بپرسیم. بنابراین خیلی سوالات زیادی داریم. امیدوارم که به خیلیش بتونیم برسیم. ولی خب مهمترینش نامگذاری امسال به سال سرمایه‌گذاری برای تولید هست که طبیعتاً میتونه در تعیین راهبردهای دولت در حوزه اقتصاد بسیار مهم باشه. ما توی چند شب گذشته خیلی راجع به این موضوع صحبت کردیم. 3-4 شب گذشته راجع به شعار سال، الزامات و اولویت‌هایی که باید مد نظر قرار بگیره که سرمایه‌های خرد و کلان به سمت تولید بیاد. کارشناسان هر کی از نقطه نظر خودش مباحثی رو مطرح کردن، اما یکی از موضوعات بسیار مهم بحث امنیت سرمایه است و بحث ثبات اقتصادیه. قطعا شما هم سهه میگذارید بر این مطلب. تا زمانی که ما نرخ تورم دو رقمی داشته باشیم یا نوسانات ارزی غیر قابل پیش بینی داشته باشیم، عملا خیلی صحبت از این که مردم سرمایه هاشون رو به سمت بازارهای مولد بیارن خیلی نمیتونه محلی از اعراب داشته باشه. به هر حال بازارهای غیر مولد چه برای حفظ سرمایه و چه برای سرمایه گذاری بازارهای جذابی است. مشخصا میخوام بدونم که به عنوان اولین اولویت دولت برای تحقق شعار سال به ویژه در حوزه امنیت سرمایه چه برنامه‌ای مشخصی رو دولت در سال 1404 پیگیری خواهد کرد؟ دولت 14 پس از استقرار خودش 5 تا کلان برنامه رو با دستور رئیس جمهور محترم در دستور کار قرار دادن که یکی از اونها موضوع سرمایه گذاری بود، یکی از اونها مهار تورم، یکی از اونها موضوع طرح‌های پیشران هست، یکی از اونها موضوع معیشت و یکی دیگه از اونها که حالا اینا من روش توضیح بدم. ببینید یکی از اونها خود موضوع سرمایه گذاری است. واقعیتش اینه که تا زمانی که ما مفهوم کسب و کار و زیست بوم کسب و کار رو به درستی درک نکنیم و اون رو و اجزایش رو و بازیگرانش رو و شرایطش رو به رسمیت نشناسیم، نمیتونیم این شعارها رو محقق بکنیم و طبیعتا این شعارها به این جهت نامگذاری میشه برای سال که بتونه همسویی ایجاد بکنه بین همه ارکانی که در نظام فعالیت میکنن، اعم از قوه قضاییه، قوه مجریه و قوه مقننه. طبیعتا
یکی از موضوعات کلانی که در حوزه سرمایه گذاری وجود داره، همونجور که خود شما هم اشاره کردید، موضوع درک محیط کسب و کاره و همونجوری که متاسفانه میدونیم شاخصهای محیط کسب و کار در کشور ما خیلی شاخصهای قابل دفاعی نیست متاسفانه. و یکی از موضوعاتی که در دستور کار دولت قرار داره این هست که ذیل کارگروهی که تقریباً 1 ساعتی پس از اینکه مقام معظم رهبری نام سال رو مشخص کردن به دستور معاون اول شکل گرفت، این هست که بتونه کمک بکنه به اینکه محیط کسب و کار و اصطلاحاً اون زیست بوم کسب و کار به درستی درک بشه. چون قاعدتاً وقتی ما میتونیم موضوعی رو نسبت بهش اقدام بکنیم که اول نسبت بهش دید مشترک داشته باشیم. برای اینکه این موضوع درست محقق بشه کارگروهی شکل گرفته. این کارگروه اعضایی داره که طبیعتاً قسمتی از این اعضای تیم اقتصادی دولت هستند، سازمان برنامه، وزارت اقتصاد و از اون طرف قضیه هم وزارت نفت، وزارت صنعت، معدن، تجارت و اینا مشخصاً برای تحقق شعار سال بله هم جمع میشن. کارگروهی در واقع با دستور معاون اول شکل گرفته که با ریاست خود ایشون هم هست، دستورالعمل‌ها داره آماده میشه که انشالله در دولت به تصویب برسه و به عنوان برنامه اجرایی دولت توسط وزارتخانه‌های محترم دنبال بشه. رویکردش میدونیم به کدام سمت، چه اولویت‌هایی رو مشخص کردن؟ از الان مشخص قابل پیش بینی؟ برخی از اولویت‌ها الان کاملا مشخصه، ولی همونجوری که باز مردم عزیزمون میدونن چون ما مردم فرهیخته‌ای هم داریم، یکی از اصول اساسی مدیریت اولویت بندی است. یعنی وقتی که ما تعداد زیادی مسئله رو میذاریم رو میز تقریبا هیچ کدامش رو نمیتونیم حل بکنیم. به این جهت هستش که برای وزارتخانه هایی که طرح‌های مشخصی دارن مثل راه‌های مواصلاتی یا کریدورهایی که وجود داره، کریدور شمال به جنوب، کریدور شرق به غرب، این یکی از اولویت‌ها موضوعات کریدورهایی هست که در دستور کار رئیس جمهور هم از قبل بوده. در سفرهایی هم که داشتن به کشورهای همسایه این موضوع مورد تاکید قرار گرفته بوده. یکی دیگه از موضوعات موضوع اقتصاد دریامحور هست. همونجوری که میدونیم کشورهایی که اقتصاد دریامحور خوب دارن چیزی دارن به نام ابربندر یا اصطلاحاً مگاپورت. توی این ابربندر خیلی از کارها صورت میگیره و خیلی از موضوعات در واقع شکل میگیره. لذا در عین حالی که اولویت ها داره در دستور کار کارگروه هست و تقریبا کارش تمام شده، جلسه‌ای که روز شنبه با حضور دکتر عارف برگزار میشه، موضوعات جمع‌بندی میشه، نهایی میشه و یک شنبه انشالله در دولت امیدوار هستیم به تصویب برسه. در کنار این ما 2 دسته سیاست داریم. یکی سیاست‌های سلبی است، کارهایی که نباید انجام بدیم. یک دسته سیاست‌های ایجابی است. خیلی از اوقات سیاست‌های سلبی به درستی کار نمی‌کنن و لذا سیاست‌های ایجابی نمیتونن کار خودشون رو درست انجام بدن. به طور مثال اگر که ما دقت نکنیم به این که ما تفاوت باید ایجاد بکنیم بین این که امتیاز ویژه می‌خوایم بدیم به یک گروه یا می‌خوایم فرصت‌هایی رو بدیم برای سرمایه‌گذاری، لذا ترکیبی از سیاست‌های سلبی و ایجابی جزء موضوعاتی هست که در درون کارگروه داره روش کار میشه و با کمک وزارتخانه‌ها و برنامه‌هایی که وزارتخانه‌ها باید دنبال بکنن در دستور کار قرار میگیره و انشالله پس از تصویب در هیئت دولت به عنوان برنامه مشخص وزارتخانه‌ها دنبال خواهد شد. این اگر امسال شعار هدایت سرمایه یا سرمایه گذاری برای تولید نمی بود، ما الان شاهد شکلی این کارگروه نمی بودیم. درسته؟ این کار ویژه است که دولت متناسب با تحقق شعار سال داره انجام میده. ببینید موضوع سرمایه گذاری عرض کردم یکی از 5 تا کلان برنامه‌ای بود که از قبل هم رئیس جمهور مشخصاً میشه گفت تقریباً ایشون هفته 1 جلسه خودشون دارن با سرمایه گذاران میذارن، یعنی خیلی وقت مفصل و موسعی رو میذارن. ولی وقتی که شعار سال میشه مثلا سرمایه گذاری برای تولید مثل همین امسال، یه همسویی بسیار خوبی رو ایجاد میکنه. اصولاً در دنیا هم حالا کاری که صورت میگیره و شعارهای سال، شعاری که انتخاب میشه هدفش این هستش که بتونه مثل یک نخ تسبیح همه اجزا رو کنار هم بچینه که بتونه در نهایت به اون هدفی که مد نظر هست برسه. لذا کار سرمایه گذاری داشت دنبال میشد در کلان برنامه‌های رئیس جمهور و با محوریت سازمان برنامه و بودجه.
اما با توجه به نامگذاری توسط مقام معظم رهبری و توجه ویژه‌ای که نسبت به این قضیه داشت، این کارگروه شکل گرفت که مکملی باشه برای در واقع اون کلان برنامه‌ای که در حال دنبال شدن. یکی از نکات خیلی مهم این هستش که شما اون جذابیت‌هایی که در بازارهای غیر مولد وجود داره، این جذابیت‌ها رو از بین ببرید یا دست کم کاهش بدید. طبق چیزی که در برنامه هفتم داریم، دولت بعد یک برنامه‌ای رو برای جذابیت زدایی از فعالیت‌های غیر مولد آماده می‌کنه که تقریباً 6 ماه از زمانش گذشته. فکر نمی‌کنید یه مقداری کند این جریان‌های اجرایی پیش میره به نظرتون؟ ببینید، واقعیتش اینه که من فکر نمی کنم که این جریان‌های اجرایی کند پیش میره، به جهت اینکه تجربه به ما نشون داده هر موقع که ما کاری رو بدون مطالعه انجام میدیم و به اندازه کافی روی موضوعات مداقه نمی کنیم، در تصمیم گیری هامون ممکنه خطاها و لغزش‌هایی وجود داشته باشه و طبیعتاً با توجه به اینکه دولت حدود 7 ماه از استقرارش داره میگذره، در واقع میشه گفت که وزرای ما از اول شهریور استقرار پیدا کردن. با گذشت 7 ماه از زمان، از نظر دولت این زمان کند نیست، به جهت اینکه کارهای مفصلی هم تا اینجا صورت گرفته. به طور مشخص موضوع اقتصاد دریا محور یا گسترش کریدورهای شمال و جنوب یا تجارتی که ما میتونیم در مرزها داشته باشیم و کاری که با همسایگان و با منطقه میتونیم انجام بدیم، جزو موضوعاتی هستش که به شدت کاملا در راستای اقتصاد هست و در راستای برنامه هفتم هم هست. ولی نکته‌ای که وجود داره اینه که عرض کردم یکی از موضوعات مهم اولویت بندی است. اگر ما نتونیم به اندازه کافی روی موضوعاتی که ما روش مزیت داریم اولویت بندی هامون رو تنظیم بکنیم، مواجه میشیم با یک سری حجم زیادی از کار که همشون هم خوبه، ولی طبیعتاً به جهت اینکه اصولاً ما محدودیت منابع داریم، نه در ایران، در همه دنیا محدودیت منابع وجود داره. اصلا مدیریت رو با همین نام میشناسن که شما بتونید به وسیله منابع محدود اهدافی رو که مایل هستید و به نوعی نامحدود هست محقق بکنید. لذا یکی از موضوعات مهم اینه که ما بتونیم درست اولویت بندی بکنیم. یعنی خیلی از اوقات ما میبینیم پروژه های نصفه میشه. چرا؟ به جهت اینکه اولویت بندی که باید صورت میگرفته برای اینکه منابع به اونها تخصیص پیدا بکنه، اعم از منابع مالی، منابع انسانی و وقت. یکی از مهمترین منابع مدیران وقته. وقتی که ما همه پروژه ها رو میذاریم روی میز، طبیعتاً نمیتونیم اونها رو انتخابشون بکنیم. به همین جهت دولت به شدت در حال کاره و به خصوص با توجه به کارگروهی هم که تشکیل شده و در راستای شعار سال هست، امیدوار هستیم که انشالله در جلسه بعدی که من خدمت شما و مردم عزیز ایران هستم بتونیم راجع به آنچه که دولت مصوب کرده و آنچه که داره روش کار میکنه بیشتر صحبت راجع به این برنامه کاهش جذابیت از بازارهای غیر مولد، آیا یک زمان بندی مشخصی میشه اعلام کرد که چه زمانی این تدوین خواهد شد و مصوب خواهد شد؟ من اجازه میخوام پاسخ این سوال رو نگه دارم بعد از جلسه‌ای که در واقع برنامه‌ای که الان کارگروه داره روش کار میکنه و اون رو میخواد مصوب بکنه، پاسخ این سوال رو نگه میدارم و در اونجا به شما خواهم داد. یا یکی از موضوعات مهمیه که باز اون هم به شعار سال مرتبطه، برنامه تأمین مالی رشد 8% اقتصادی که در وزارت اقتصاد تهیه شده، ولی هنوز این هم نهایی نشده. اگر بفرمایید که در چه مرحله‌ای و آیا باز قولی میشه راجع به نهایی شدن اون داد که چه زمانی اجرایی خواهد شد؟ ببینید، یه قسمتی از این موضوع برمیگرده به این که ما بتونیم با همسایگانمون مقداری از حجم تجارت رو دنبال بکنیم و بتونیم به سمت این بریم که بتونیم سرمایه‌های اونها رو جذب بکنیم. اصولاً سرمایه‌ای که ما در کشور راجع بهش صحبت می‌کنیم، ما از چند منبع میتونیم تأمین مالی بکنیم. یکی سرمایه‌های خردی هست که در داخل کشور وجود داره. یکی سرمایه‌هایی هستش که خیلی هم خرد نیست، در دست صنعت ما هست و میتونه مثل همین قرارداد 17 میلیارد دلاری که شاهدش بودیم در اسفند ماه، شرکت نفت در واقع قرارداد رو بس با بخش خصوصی هم این قرارداد رو منعقد کرد. یکی دیگه از راه‌ها این هستش که ما از ایرانیان خارج از کشور بتونیم جذب سرمایه بکنیم. یکی دیگه هم شرکت‌هایی که در کشورهای دیگه دارن کار میکنن بتونن جذب سرمایه بکنن. لذا یه سری زیرساخت ما نیاز داریم، مثل به رسمیت شناختن حقوق مالکیت. یکی از موضوعاتی هستش که قاعدتاً بخش خصوصی موقعی که میخواد بیاد سرمایه گذاری بکنه، حتما باید در ازای سرمایه گذاری که میکنه سود معناداری رو که در نظر داره بتونه
برداشت بکنه. یکی از موضوعاتی که ما در طول این سالها همیشه مقام معظم رهبری روش تاکید داشتن ولی در اجرا محقق نشده، به رسمیت شناختن و به نوعی کرسی دادن به بخش خصوصی است. در کارگروهی که الان شکل گرفته، خدا را شکر هم بخش خصوصی هم بخش تعاونی کاملا صاحب کرسی هستن و در جلسات حضور دارن و این کمک میکنه به اینکه ما بتونیم به خروجی هایی برسیم که قابل دفاع باشه و خیلی از اوقات شعاری که به عنوان شعار سال نامگذاری میشه علیرغم تلاشی که همه دستن در کار انجام میدن ولی به خروجی که باید برسه نمیرسه. داریم تلاش میکنیم که از شعاری کردن شعار سال پرهیز بکنیم. یه موضوع آسیب شناسی دلایل عدم تحقق شعار سالهای گذشته است. خب الان سالهای متوالی است که عناوین اقتصادی براش نامگذاری میشه و به ویژه در حوزه تولید. اصلا آیا نهادی دستگاهی میتونه متولی باشه که چرا این شعار در سالهای قبل آنطور که انتظار میرفته محقق نشده، آسیب شناسی بشه که حالا بعد سال جدید مانع اونها بشیم و بتونیم شعار سال رو محقق بکنیم؟ این آسیب شناسی ها دستگاه متولی میشه براش انتخاب کرد؟ ببینید، هم در درون دولت هم خارج از دولت دستگاه‌های زیادی روی این موضوع کار کردن، یعنی اعم از اندیشکده ها، دانشکده ها، مراکز پژوهشی، جاهای متعددی روش کار کردن، حتی مراکز پژوهشی که در داخل خود دولت داره روی این موضوع کار میکنه. واقعیت اینه که ما اگر توی این سالهای گذشته بررسی بکنیم، چندین ساله که شعار سال به اقتصاد و به تولید ربط داره، خیلی مشخص، یعنی سال هاست که این شعار سال گره خورده به این دوتا، ولی آنچه که ما شاهدش بودیم این بوده که دستاوردی رو که منتظرش بودیم نتونستیم محقق بکنیم. به همین جهت هم هست که عرض میکنم با نگاه آسیب شناسانه‌ای که یک سری از کارها رو نباید انجام بدیم، یک سری از کارها رو هم حتما باید انجام بدیم. به طور مثال یک قسمتی از مقررات گذاری حتما در حوزه دولت باید محفوظ بمونه، اما باید بخش خصوصی که میخواد بیاد سرمایه گذاری بکنه بدونه که واقعا سهم و نقش او چگونه است، چگونه بنا هست اصطلاحاً از برندش یا برند رو ویژند داشتم دنبال واژه میگشتم، چگونه میشه واقعا از این ویژندی که او به هر حال حاصل کار سالهای او است، چگونه اینو باید محافظت بکنیم. ما خیلی از اوقات به جهت اینکه به رسمیت نمیشناسیم واژه رو به زبان میاریم، ولی فاصله بین زبان و گفتار ما فاصله طولانی است و همین موضوع باعث میشه که بخش خصوصی خیلی از اوقات اعتماد نمیکنه و احساس میکنه که حالا یه چیزی دارن میگن، یه چیزی میگن که برن در گزارش هاشون به مقام معظم رهبری هر سال همینا رو گفتن دیگه. بله. اول سال معمولا مسئولین که می اومدن برای تحقق شعار سال کلی برنامه رو ارائه کردن که من کارو میخوایم بکنیم، ولی تهش چیزی در نیومده. و چیزی که عرض کردم که در واقع ما دو دست سیاست سلبی و ایجابی رو داریم دنبال میکنیم و داریم تلاش میکنیم که به نوعی از گذشته بیاموزیم. به هر حال گذشته چراغ راه آینده است، ما باید از گذشته بیاموزیم که چه نباید بکنیم، کجاها ما خطا کردیم. دولت‌ها درسته با هم دیگه ممکنه تفاوت‌هایی داشته باشن، ولی در مجموع دولت‌ها برخواسته از رأی و از دل ملت هستن، لذا باید اعتماد بکنیم به اینکه همه دولت‌ها تلاششون رو کردن. پس چرا محقق نشد؟ خیلی از جاها ما واقعا بخش خصوصی رو بیشتر واژه‌اش رو استفاده می‌کنیم. خیلی از اوقات توی سفرهایی که رؤسای جمهور کشورهای دیگه میرن، همراهشون بخش خصوصی، اتاق‌های بازرگانی، تجارشون اصلا میرن که اونها رو ببرن و اونها فرصت رو ببینن. ولی در کشور ما خیلی از اوقات ما دولتی‌ها سعی می‌کنیم بگیم من هیچ رابطه‌ای با بخش خصوصی ندارم و سعی می‌کنیم خودمون رو دور بکنیم. لذا در عین حالی که باید شفافیت وجود داشته باشه، باید پاسخگویی وجود داشته باشه، باید مراقبت بکنیم که بخش خصوصی رو به رسمیت بشناسیم. عرض می‌کنم برخی از اوقات به جهت اینکه ما شفافیت رو به اندازه کافی آنگونه‌ای که باید رعایت نمی‌کنیم، برای اینکه خودمون رو تطهیر بکنیم از برخی از موضوعات فاصله ایجاد می‌کنیم، در حالی که این در همه دنیا اتفاق میفته و در همه دنیا برای اینکه دولت آلوده کار مالی نشه یه سری قوانین وجود داره. ما هم از دنیا مستثنا نیستیم. در این موضوعات باید مشابه با قوانینی که برای حکمرانی خوب وجود داره، این کاملا واژه‌ای داره که در حوزه‌های سیاست‌گذاری به نام گود گاورننس
معنا داره یا همون حکمرانی خوب. اصول داره. اصولش اینه که شفافیت داشته باش، قوانین رو خیلی مشخص بگو، ثبات رویه داشته باش، کارایی رو مراقبت بکن، بهره‌وری رو مراقبت بکن. کاملا یه سری قوانین مشخصی داره. در اینجا هم داریم تلاش میکنیم که با یادگیری از گذشته و آنچه نباید انجام بدهیم رو به سوی آینده آنچه که باید انجام بدهیم ساختارمند بتونیم به سمتش بریم. انشاءالله. برای بهبود فضای کسب و کار خب میدونید که از شاخص‌ها بحث تسهیل صدور مجوز هاست، کاری که از دولت قبل خیلی جدی آغاز شد و همچنان در دولت آقای دکتر پزشکیان هم ادامه پیدا کرده. رهبری هم در دیدار از روز اول سالشون باز این موضوع رو مورد تاکید قرار دادن. سرکارعلی هم توی برنامه گفتگو ویژه قبلی که تشریف فرما بودید اونجا اشاره کرد که همه دستگاه‌ها باید به اون درگاه متصل بشن و کامل اجرایی بشه، ولی همچنان برخی از این دستگاه‌ها به این تکلیف قانونشون عمل نکردن و متصل نمیشن. دلیلش واقعا چیه؟ آیا صرفاً حفظ اون موقعیت خودشون، اون حالا کلمه خارجیشون نمیخوام به کار ببرم، اون اتوریته می‌خواستم بگم این که اون شما بگید معادلش رو نمیدونم، به حال میخوان هیمنشون حفظ بشه، چون برخی میگن اگر من بخوام این صدور مجوزی که در اختیار منه به درگاه متصل بشه اصلا دیگه فلسفه وجودی من زیر سوال. مثلا اینجا نشستم مجوزه رو بدم، اینم اگر یه جای دیگه از دست من میخوان خارج بشه من دیگه اصلا اینجا برای چی بشینم؟ شاید به این دلیله. واقعا اون هم نیاز به آسیب شناسی داره. چرا هنوز برخی از دستگاه تمکین نمیکنن که متصل بشن؟ ببینید موضوع مجوز یکی از موضوعاتیه که واقعا در حوزه فضای کسب و کار جزء یکی از گلوگاه‌های بسیار جدی است. حتما شنیدیم که در فلان کشور 2 ساعته شما میتونی مجوز بگیری، نمیدونم 3 روزه میتونی شرکتت رو تأسیس کنی، ولی این موضوع در ایران ممکنه که چند ماه زمان ببره. این موضوع رو همه شنیدیم. یکی از موضوعاتش، یکی از دلایلی که حتما غیر قابل انکاره، همین موضوعی که شما فرمودید. این موضوع انکار نداره به جهت اینکه وقتی ما فلسفه ذهنیمون این هستش که من اختیار دارم و نمیخوایم این اختیار رو از دست بدیم، حتما یه جاهایی همکاری نمی کنیم. اصلا یکی از مشکلات بخش خصوصی همینه که ما احساس میکنیم من اختیار دارم، این اختیار مال منه و من نمیتونم این اختیار رو واگذار بکنم، در حالی که بسیاری از دولت‌ها نگاهشون بر اینه که بخش دولتی در خدمت بخش خصوصی است که اونم در خدمت اقتصاده، که اونم در خدمت مردمه، یعنی یه چرخه خیلی کامل درست میشه. لذا یه قسمتی از موضوع اینه، یه قسمتی از موضوع هم واقعیتش روی زیرساخت‌هاست. ما هنوز یه مقداری توی زیرساخت و توی یکپارچگی و اتصال سیستم‌های اطلاعاتیمون با هم دیگه هنوز ما این مسئله رو داریم. یعنی این رو نمیشه انکار کرد و همش رو هم نمیشه وزنش رو روی موضوع این تیکه گذاشت که به جهت از دست ندادن هیمنه و به نوعی اون سلطه هست. واقعا همش هم این نیست. یه حجم زیادش هم روی اینه که ما هنوز روی یک پارچه کردن سیستم های اطلاعاتیمون و اونجایی که باید درگاه های اطلاعات بتونن همدیگر رو صدا بکنن و اطلاعات رو بتونن فراخوانی بکنن، ما هنوز یه جاهایی واقعا توی یک پارچگی سیستم های اطلاعاتیمون گیر داریم و امیدوار هستیم با تلاش های وافری که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دارن انجام میدن شاهد این باشیم که این موضوع پنجره واحد خدمات و پنجره مجوزها انشالله به زودی به خروجی و همچنان جدی در دستور کار دولت هست. به شدت. بسیار. و بحث تغییر قواعد از جمله مقررات صادرات که میدونم دولت هم روی این خیلی تاکید داره که آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های خلق الساعه نباید صادر بشه، ولی ما در چند ماه قبل شاهد بودیم که مثلا برخی ممنوعیت‌های صادراتی اتفاق افتاد که برخلاف این قانون بود. برنامه دولت برای اینکه بتونه چون این صادرات واردات ممنوعیتش بعضا برای تنظیم بازار است که در اختیار داریم، دولت با چه برنامه‌ریزی بازار رو به گونه‌ای تنظیم خواهد کرد که بخشنامه‌های خلق الساعه برای واردات و صادرات نداشته باشه و از اون طرف بالاخره بازارهای صادراتی به این راحتی به دست نمیان. این ممنوعیت‌ها بسیار از مشتریان رو میتونه در اون سوی مرز از دست بدیم. چگونه این سازوکار رو به کار خواهد بست که آیین‌نامه و بخشنامه‌های خلق الساعه نداشته باشیم و به بهبود فضای کسب و کار کمک بکنه؟ ببینید واقعیتش اینه که ما یه مقداری به خاطر موضوع نوسان نرخ ارزی که داشتیم و اختلافی که داریم در بهای تمام شده
کالاهامون نسبت به کشورهای دیگر جذابیت صادراتیمون بالاست. این مزیته. ولی از اون طرف با یه مسئله مواجه میشیم با این عنوان که خب جذابیت صادراتی بالاست، پس حالا همه‌شو صادر کنیم بره. مثل موضوعی که تو قضیه سیب زمینی پیش آمد. یعنی ما توی زمستان گذشته شاهد این بودیم که حجم صادرات سیب زمینی به جهت جذابیت بالاش انقدر زیاد شد که دیگه در داخل کشور دچار مشکل شدیم. راهکارهایی که کشورهای دیگه انجام میدن و حالا خب ما هم یه قسمتیش این کار رو انجام دادیم و اتفاقا آقای رئیس جمهور هم به شدت تاکید دارن که و تاکید میکنن بر این که بر عهد خودتون وفادار بمونید و کمک بکنین که بخش خصوصی ما هم به عهد خودش با طرف خارجیش وفادار بمونه، چون شما هم درست فرمودید واقعا پیدا کردن یک شریک تجاری اصلا کار آسونی نیست، اتفاقا بسیار کار گران قیمتی است و خیلی مناسب تره که ما با اون شریک تجاریمون کارمون رو در طول زمان همیشه ادامه بدیم. خب اگر ما جاهای کار رو دچار وقفه بکنیم بود دیگه به ما اعتماد نمیکنه و طبیعتاً اعتماد ناشی از پیش بینی پذیری است. کاری که حالا از اون طرف قضیه چیه؟ بازار داخل رو باید بتونیم کنترل بکنیم. کاری که معمولاً در دنیا انجام میشه اینه که بین صادرات و واردات این سازوکار بازاره که خودش تنظیم میکنه، اما دولت نمیتونه و نباید نقش حاکمیتی و نقش مقررات‌گذاری خودش رو فروگذار بکنه. لذا تلاش وزارتخانه ها بر این هست که بتونه یه جاهایی با خرید تضمینی، یه جاهایی هر موقع که لازم شد با واردات بتونه بازار رو به گونه‌ای مدیریت بکنه که ما شاهد موضوعاتی از جنس سیب زمینی که واقعا شایسته نیست که ما در کشوری که این همه فناوری‌های پیشرفته داریم در نانو و علوم زیستی و علوم پزشکی بازساختی تو این رده هستیم، یعنی واقعا خیلی نازیباست و ناپسنده که بخوایم راجع به سیب زمینی صحبت کنیم، ولی به هر حال وقتی میاد جزء سبد زندگی مردم و کمبود پیدا میشه حتما باید حلش بکنیم. لذا اینا راهکارهایی هست که دولت داره تلاش میکنه اولا جلوگیری بکنه از میزان در واقع وقتی که داره کم میشه به نوعی با رصد پیوسته، وقتی که داره این ذخیره رو داره میبینه که داره کم میشه سریع اقدام بکنه برای واردات. در برخی از موارد هم صرفاً به جهت مدیریت بازار بتونه اگر که شد به صورت موقت کمی تأخیر ایجاد بکنه، ولی ترجیحش بر اینه که این کار رو انجام نده تا جایی که شدنی باشه. بسیار خوب. چون دیوان محاسبات اعلامی کرد مبنی بر اینکه تنها 6 آیین‌نامه از آیین‌نامه‌های اجرایی برنامه هفتم ابلاغ شده، حالا شما اشاره فرمودین که دولت تازه مستقر شده و خیلی نمیشه انتظار داشتش که خیلی به سرعت آیین‌نامه‌ها تدوین بشه. فقط از این بابت که 6 آیین‌نامه برای یک برنامه 5 ساله توسعه خیلی کم هست و شما فرمودین که این رو به حساب کندی روند اجرایی نباید گذاشت و ما هم پیگیری کنم که چه زمانی اینها تدوین خواهد شد، ابلاغ خواهد شد و اجرا میشه. من اگر این سوال شما رو میدونستم حتما براتون عدد و رقم می آوردم و حتما اگه سری بعد بدونم عدد رقم رو خواهم آورد، چون به صورت مشخص در دبیرخانه دولت آیین‌نامه هایی که به صورت تکلیفی باید نوشته بشه و مصوب بشه، در هر جلسه هیئت دولت تعدادی از آیین‌نامه ها میاد در کمیسیون ها کار میشه و به تصویب میرسه در دولت و آرام آرام در حال ابلاغ شدن. حالا آمار از این 6 تا بیشتره قاعدتا؟ بله به مراتب از این 6 تا بیشتره و عرض میکنم اگر من میدونستم حتما براتون میآوردم عدد رقم رو و حتما این کارو میکنم. میتونم هم حتی فردا بهتون تلفنی بگم که چند تا از این آیین‌نامه ها حتما این کارو انجام خواهم داد. خدمتتون تلفنی میگم بعد از دولت که چه تعداد از آیین‌نامه ها تا به حال تصویب شده و چه تعدادش ابلاغ شده. صفحه شخصیتون اگر منتشر کنید فکر می‌کنم همه می‌بینن. حتما همین کارو خواهم کرد. چرا که نه. خیلی متشکرم از شما. اجازه بدیم با جناب آقای مظفری صحبت بکنم، استاندار محترم خراسان رضوی. سلام و شبتون بخیر. سالتون مبارک، دعاتون قبول باشه. آقای مظفری، راجع به اولویت‌های دولت در سال 1404 داریم صحبت می‌کنیم. مشخصاً اولویت‌هایی که دولت در استان خراسان رضوی داره چه است برای سالی که درش قرار گرفتید؟ بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت سرکار خانم مهاجرانی و همه بینندگان عزیز سلام عرض می‌کنم. آرزو می‌کنم که انشالله سال 1404 سال پربرکتی باشه، طاعات و عبادت همه عزیزان انشالله مورد قبول واقع باشه. ما البته خراسانی ها افتخار داریم که میزبان بخش زیادی از زائرین عزیزی هستیم که به مشهد سفر کردن و انشالله امیدوارم سفر خوبی رو تجربه بکنن. در سال 1404 خب به طور طبیعی
با توجه به نامگذاری که در سال 443 مقام معظم رهبری داشتیم به طور قطع یقینه که از بحث‌ها و اولویت‌های جدی کشور، دولت و قطعا ما هم در استان خراسان بحث سرمایه‌گذاری به عنوان یک اولویت هست. البته طبیعی است که مهمترین وظیفه ما این هست که تسهیل بکنیم، فضا رو فراهم بکنیم و انشالله بتونیم فرصت مناسبی رو برای سرمایه‌گذاران فراهم بکنیم برای این امر مهم. در خراسان خوشبختانه از حدود بهمن ماه ما برنامه‌ریزی که انجام دادیم برای 31 تا 31 اردیبهشت تا 3 خرداد نمایشگاه فرصت‌های سرمایه‌گذاری رو در استان خراسان داریم. یا به تعبیر ما مشهد ایندکس رو داریم که از همه عزیزانی که صدای منو میشنون دعوت کنم، مخصوصا سرمایه‌گذاران که برای آشنایی با فرصت‌های سرمایه‌گذاری در خراسان انشالله بتونیم خدمتشون باشیم و امیدوار هستیم که اتفاق خوبی رو در این جهت در خراسان رضوی داشته باشیم انشالله. مهمترین موضوعی که شاید واقعا باید بهش توجه بکنیم و مراقبت بکنیم بحث این هست که در کمال شفاف سازی و روشن کردن همه موضوعات تسهیلگری خوبی داشته باشیم، موانع رو رفع بکنیم. یه بخش هم که شاید سرکار خانم مهاجرانی حتما کمک کردن در دولت و استراتژی و راهبرد دولت هم هست که تمرکز زدایی بکنیم. بخش از اختیارات رو واقعا دولت در سال 1404 واگذار بکنن به استان‌ها. ما در بخشی از امور واقعا مواجه هستیم با یک سیکل حالا به تعبیر من پیچیده و شاید بعضی وقتا بوروکراسی سنگینی که خیلی از کارهایی که در استان میشه انجام داد رو مجبوریم که برای ربط و فتق امور بخش خصوصی و دولتی در تهران وقت بذاریم و انرژی بذاریم. این یک از بحث‌های جدی است که به نظرم انشالله مورد عنایت دولت هست و زودتر این اختیارات رو ابلاغ بکنم ما این مقداری بتونیم راحت‌تر کارها رو پیش ببریم. یکی از بحث‌های جدی که در استان‌های مرزی مثلا مورد توجه دولت بوده بحث دیپلماسی اقتصادی هست که ما با کشورهای همسایه البته در سال گذشته شروع کردیم. سفرهای خوبی رو به اتفاق بخش خصوصی داشتیم و البته استمرار اون رو داریم و دعوت از طرف‌های مقابل که انشالله در بعد از عید فطر اردیبهشت و خرداد برنامه‌ریزی کردیم برای که میزبان عزیزان باشیم. بدون اغراق می‌کنم عزیزان در این سفرهایی که رفتیم ما قرارهای تجاری و اقتصادی خیلی خوبی رو داشتیم و همین امروز خوشبختانه بخشی از قرارداد بزرگی که با ازبکستان ما منعقد شد در سفر حدود 20 روز قبل اجرایی شد و اولین پارت 40,000 تونی از 1,000,000 تن قراردادی که با ازبکستان داشتیم وارد خراسان و سرخس شد که برای یکی از واحدهای بزرگ صنعتی و مورد اولیه است. میخوام عرض کنم که این امکان خیلی خوبی هم هست برای استان‌های مرزی، برای ما که در خراسان کانون تقریبا مرکزی هستیم برای بحث آسیای. این امکان رو خیلی متشکرم آقای مظفری. میدونم مفصله ولی خب زمان ما خیلی محدوده، به همین میزان که فرمودین اکتفا می‌کنیم. ان شاءالله در یک فرصت دیگری باز مفصل‌تر ما در خدمت شما هستیم. به هر حال ان شاءالله که بتونیم در راستای سیاست‌های دولت و ان شاءالله اقداماتی که لازم است انجام بدیم. ان شاءالله. خیلی متشکرم، ممنونم. خواهش می‌کنم، خیلی ممنون. متشکرم. خانم دکتر این نکته‌ای که اشاره کردن که واگذاری اختیارات به استانداران خدای رئیس جمهور روش خیلی تاکید داشته، این چقدر جدی داره پیگیری میشه که واقعا برای هر کاری نیاز به هماهنگی و آماده رفت به تهران نباشه؟ بسیار جدی موضوع داره دنبال میشه و جز موضوعاتی هستش که میتونه کمک بکنه به حل مسائل کشور و از طرفی به هر حال ما یه فردی رو به نام استاندار، کسی که میاد توی دولت از خودش دفاع میکنه و از هیئت دولت رأی میگیره رو انتخاب میکنیم، انتصاب میکنیم، بعد به او میگیم برای هر کاری باید لزوما هماهنگی بشه. هماهنگی با اینکه در واقع هماهنگی با کلیت دولت یک موضوعه، اینکه لزوما برای همه امور باید ارجاع داده بشه به مرکز یک موضوع دیگه است. نگاه دولت بر اینه که با حفظ حاکمیت و با حفظ تمامیت، نه فقط تمامیت سرزمینی، تمامیت حکمرانی قانون در همه استانها، ولی اختیاراتی رو که قابل تفویض هست واگذار بکنه به استانداران و معاونت حقوقی ریاست جمهوری در حال تدوین این موضوع هست و امیدوار هستیم که ظرف همین چند روز آینده انشالله موضوع به تصویب برسه در هیئت دولت و برای اجرای توسط استانداران ابلاغ بشه. تا چه حدی خواهد بود و بعد بحث مثلا توسعه رو به جهت توان مدیریت
استانداران که میتونه مختلف باشه نامتوازن نمیکنه در کشور؟ ببینید یکی از موضوعاتی که در واقع به عنوان چالش این قضیه هست همینه، یعنی به هر حال به نوعی ما باید نسبت به تمامیت استانها قاعدتاً دولت یک نگاه مشخص داره و البته چه بسا نسبت به بعضی از استانها نگاهش نگاه ویژه‌تری هم باید باشه. اما نکته‌ای که وجود داره و داره روش کار میشه، با اینکه خیلی هم رئیس جمهور تاکید داشتن که میخواستن تا آخر سال برسه، ولی به جهت همین ملاحظات بود که اصلا نشد این کار تا آخر سال 1403 آماده بشه. امیدوار هستیم با حفظ همه این موضوعات که به هر حال ما برای یک استاندار قانون رو نمی‌نویسیم، برای یک استاندار شیوه‌نامه نمی‌نویسیم، برای استان داریم می‌نویسیم و لذا نباید این موضوع رو قد استاندار تعیین کرد، روی قد استان باید این لباس رو باید بدوزیم و اتفاقا چالش اصلیش اصلا همین هست، چون به هر حال ما تعداد زیادی استان داریم که مرزهای گسترده‌ای هم دارن، اعم از آبی و خاکی، بعضی از استانها هم که مشترک هر دو رو دارن و طبیعتا این مهمه که استانداران بتونن از اون ظرفیت‌ها استفاده بکنن و این قوانین به گونه‌ای نوشته بشه که عرض کردم تمامیت حکمرانی قانونی رو تضعیف نکنه. جزء موضوعاتی هستش که کاملا خط قرمز دولته و به هیچ عنوان تو این زمینه از حاکمیت و حکمرانی خودش کوتاه نمیاد، در عین حال اختیار رو هم به استانداران واگذار بکنه. انشالله این موضوع ظرف چند روز آینده به تصویب خواهد رسید. یه موضوع خیلی مهم، موضوع مسکن هست. آقای رئیس جمهور هم توی جلسه که 10 دی در شورای عالی مسکن حضور پیدا کرده بودن، اونجا صحبت از این کردن که جلسات این شورا هر ماه برگزار بشه، اما این اتفاق نیفتاده و همچنین برنامه بود که آمار ساخت مسکن و عرضه زمین طبق قانون منتشر بشه، باز این هم اتفاق نیفتاده. آیا در سال جدید این رو جدی پیگیری خواهید کرد که این اتفاقات بیفته، جلسات منظم هر ماه برگزار بشه و اصلا چقدر میتونه اثرگذار باشه واقعا، چون صرف برگزاری جلسه که خودش نمیتونه تأثیر داشته باشه؟ ببینید مسکن یکی از صنایعی هستش که به جهت حجم زیادی از نیروی کاری که ایجاد میکنه و اصولا جزء صنایع پیشرانی هست که میتونه در اشتغال و در توسعه اقتصادی ما به جهت اینکه میتونه از رکود خیلی خوب در بیاره صنایع متعددو، چون هم صنایع بالا دست داره، هم صنایع پایین دست داره و هم صنایع جنبی خیلی زیادی رو داره. جزء صنایعی هستش که به عنوان صنایع اولویت دار در کارگروه تحقق شعار سال هم دیده شده. جزء موضوعات جدی هست که دولت داره دنبال میکنه و خدا رو شکر با وجود وزیر فرزانه‌ای که بر این در واقع سکوی این وزارتخانه رو در دست داره و من به عنوان یک زن افتخار میکنم به اینکه خانم دکتر صادق این وزارت این کار در واقع وزارتخانه در دست دارن، امیدوار هستیم که انشالله مشکلات صنعت مسکن ما بتونه حل بشه. یعنی هر ماه منظم برگزار خواهد شد جلسات و این آمار عرضه زمین و ساخت مسکن رو منتشر خواهید کرد؟ من حتما با وزیر، چون من عرض میکنم من اگه سوالات شما رو که عدد رقم داره میدونستم حتما با دست پرتر میآمدم، ولی حتما پیگیری میکنم که عدد و رقم رو منتشر بکنن و این رو در واقع میگم که منتشر بشه، خودم هم منتشر خواهم کرد و در مورد جلسات هم قاعدتا و اندازه بضاعت، چون هر ماه ممکنه واقعا به جهت تعدد شوراهای عالی که وجود داره، چون میدونی که ما یه حجم زیادی از شوراهای عالی داریم که بعضی از اونها هر روز باید شورای عالی برگزار بشه. میگم هر روز شورای عالی باید برگزار بشه. یعنی واقعا تعداد شوراهای عالی بسیار زیاده و به همین جهت هم هستش که قاعدتا اگه برنامه‌ش هر ماه باشه ممکنه با توجه به حجم کار رئیس جمهور فرصتی نباشه، ولی قاعدتا به صورت مشخص و منظم در دوره‌های زمانی برگزار خواهد شد انشالله. و موضوع ناترازی بنزین و بحث افزایش قیمتی که قبلا راجع به صحبت شده بوده، وزارت نفت اعلام کرد که ما در 6 ماهه نخست سال 1403 روزانه 8.5 میلیون لیتر و در نیم سال دوم 9 میلیون لیتر واردات بنزین داشتیم که این رقم هر سال هم در حال افزایشه. بحث مدیریت تولید و مصرف بنزین در کشور نیاز به یک برنامه‌ای داره. مشخصا دولت چه برنامه‌ای رو می‌خواد تدوین می‌کنه و الان صحبت از این هستش که سوختگیری با کارت بانکی در سال جاری اتفاق بیفته. هدف این طرحی که می‌خواد پیاده بشه چه است؟ ببینید موضوع سوخت بیشتر از اون که صرف یک نگاه اقتصادی برای دولت براش مترتب باشه،
موضوع از این قراره که یک ناعدالتی رو در جامعه داره باز تولید میکنه. این موضوعی هست که رئیس جمهور بارها راجبش صحبت کردن. حدود 50% از مردم کشور هیچ گونه خودرویی ندارند. این عدد بسیار عدد بالایی است و اگر یک کسی 3 تا خودرو داره پس 3 تا کارت سوخت داره الان. پس طبیعتاً وقتی ما داریم یارانه‌ای رو میدیم روی مصرف سوختی به نام بنزین، این یارانه رو کی داره بیشتر مصرف میکنه؟ اون کسی که تعداد خودروی بیشتری داره، نه اون کسی که اصلا خودرویی نداره. جز موضوعاتی هستش که به عنوان دغدغه‌مندی‌های دولت به شدت راجبش صحبت شده، برنامه‌های متعدد، طرح‌های متعدد تا حالا آمده، اما طبق قولی که دولت همیشه داده که به هیچ عنوان بدون کاری که در واقع کار کارشناسانه باشه و کاری که مردم رو در جریان بذاره اقدام ویژه‌ای انجام نخواهد داد، من جمله افزایش قیمت سوخت که خیلی از اوقات ممکنه که شاید در دل سوال شما همین سوال بود، نمیدونم، ولی به هر حال من اینو اونگونه پاسخ بدم که دولت موضوعش لزوماً گران کردن سوخت نیست، موضوعش مدیریت کردن مصرف سوخته. این موضوع بسیار موضوع مهمی است. به هر حال وقتی ما داریم روش یارانه‌های سنگینی رو میدیم، خب این یارانه رو باید به گونه‌ای ما بدیم که یارانه به افرادی برسه که میزان توانمندی مالی کمتری دارند و اینجا الان اتفاق نمیفته. موضوع طرح‌های مختلفی بررسی شده ولی هنوز هیچ کدوم به جنبندی نهایی نرسید. الان یه طرح مشخصی که بگین رو این دارین کار میکنین که نهایی در حال نهایی شدن فعلا وجود نداره؟ ببینید 2-3 تا طرح هست که در واقع در حال بررسی شدن، مطرح شده، جوانبش بررسی شده، در واقع در جلساتی که در ستاد اقتصادی که به ریاست رئیس جمهور تشکیل میشه بررسی شده، ولی به جنبندی هیچ کدام نرسید. این که سوختی با کارت بانکی اتفاق بیفته مرتبط با مدیریت مصرف یا نه؟ این یکی از راهکارهایی هست که مطرح شده. ولی این حسنش چیه که شما با کارت بانکی بتونید سوخت کنید؟ ببینید حسنش در این هستش که به هر حال آدمی که داره از خودرو استفاده میکنه یک آدمه. ما اینجا داریم به خودرو داریم سوخت رو تعلق میدیم. در واقع سوخت تخصیص پیدا میکنه به خودرو، در حالی که میگه شما اگه یه ماشین دارید، به طور مثال فرد دیگری 3 تا ماشین داره، چه فرقی میکنه؟ ما اگه به شما مثلا چه میدونم لیتر بنزین میدیم، به او هم لیتر بنزین میدیم. شما لیترتون رو درست مدیریت میکنید، او لیترش رو بعد مدیریت میکنه، پس بره بقیه‌اش رو آزاد بزنه. ولی اینها همه در حد صحبت فعلا، هیچ کدوم به جمع‌بندی نرسیده. بسیار. و بحث ناترازی انرژی به هر حال تابستانی که در پیش رو داریم و فصل گرما، باز موضوع چالش ناترازی ها در پیش هست. برای مدیریت این مصرف و بحث این که خاموشی ها کمتر اتفاق بیفته چه برنامه مشخصی دولت داره؟ یکی از مهمترین برنامه هایی که از آبان ماه در دستور کار دولت هست و به جد هم در حال دنبال شدنه، موضوع انرژی های پاک یا انرژی های تجدیدپذیر که از بین اونها به انرژی خورشیدی بیشتر توجه شده در دستور کار دولت هست و دولت در نظر داره که تا پایان دوره 4 ساله خودش 30,000 مگاوات انرژی خورشیدی رو در مدار قرار بده و برای تابستان روی 5,000 مگاوات به قطعیت رسیده، تا 12,000 مگاوات داره کار میکنه، ولی 5,000 مگاوات رو به نوعی میتونه تضمین بکنه که انشالله در مدار قرار بگیره. لذا یکی از موضوعات این هستش که بتونه انرژی های پاک رو توی چرخه بیاره. یکی دیگه از موضوعات این هستش که بتونه تعمیرات اساسی و بروزرسانی نیروگاه ها رو در دستور کارش داره که بتونه انجامش بده که در تابستون بتونن نیروگاه ها کارایی بهتری داشته باشن و بیشتر تولید بکنن. یکی دیگه از موضوعات این هستش که ما همچنان موضوع مدیریت مصرف رو داشته باشیم، چون واقعا وقتی میگیم مدیریت انرژی معمولا یک طرف عرضه است، یک طرف تقاضاست و این وسط هم که در واقع بازم برمیگرده به طرف عرضه، میزان افتی هست که ما توی شبکه ها داریم. لذا در وزارت نیرو موضوع افزایش تولید، در واقع به نوعی افزایش کارایی که ما در نیروگاه هامون داریم، یک تنوع
در واقع سبد انرژی ما 2، چون ما سبد انرژیمون برخی از اوقات محدوده در این حوزه، و بعد جلوگیری از افتی که در مسیر انتقال قرار داره یکی دیگه از موضوعات هست. کلاً 14 کلان پروژه رو وزارت نیرو تعریف کرده در راستای رفع یا کاهش ناترازی، چون رفع نداریم فعلا، یعنی فاصله‌ای که داریم تا رفع متاسفانه فاصله زیادی است. ولی با اون 30,000 مگاوات تقریبا چالش ناترازیمون حل میشه، چون الان گپ فاصله‌مون 20,000 مگاواته. بله، ولی نکته اینجاست که اون 30,000 مگاوات تا بخواد محقق بشه میشه حدوداً 3.5 سال دیگه و ما تا 3.5 سال دیگه میزان مصرفمون همچنان بالا میره، چون ما توی سال گذشته تقریبا 900,000 انشعاب جدید مثلا در حوزه گاز داشتیم. بله. و طبیعی است که با این افزایش انشعابات و افزایش مصرفی که ما داریم مسلماً وقتی که اون 30,000 مگاوات هم بیاد توی چرخه، که البته میدونین انرژی خورشیدی وقتی میگیم 30,000 مگاوات همش قابل بهره برداری نیست. یعنی 30,000 مگاوات اسمی، یعنی اینها وقتی به تولید میرسن میزان اثری که رو شبکه دارن کمتر از این هستن. اما در واقع دولت مصمم هست که موضوع ناترازی ها رو بتونه مدیریت کنه. این مصمم، چون من قبلا شنیدم که دولت طرح‌های ویژه‌ای داره برای استفاده از پنل‌های خورشیدی و سولار. آیا مثلا تسهیلاتی میخواد در اختیار مردم بذاره که پنل‌های خورشیدی رو مثلا نصب بکنن؟ یعنی یه انقلاب این چنینی در حوزه تولید انرژی و برق خواهیم داشت؟ به چه صورتی مصمم هست که دولت این رویه؟ ببینید، یکی راه اندازی مزرعه‌های خورشیدی هست که الان در دستور کار دولت هست و سرمایه‌گذاراش هم از بخش خصوصی آمدن و اتفاقا با شخص آقای رئیس جمهور خیلی از موضوع رو جلو بردن و در واقع در مسیر خرید همون صفحه‌های خورشیدی و پنل‌های خورشیدی و انتقال اونها هستن. یکی دیگه بله، اتفاقا استفاده از بام مدارس، چون یکی از فضاهای خیلی زیادی که فضاهایی که هم سطح زیادی داره هم میزان مصرفشون به نسبت قابل توجه هست، مدارس، بیمارستان هاست، پادگان هاست، دانشگاه هاست، خوابگاه هاست و حتی پارکینگ ها. یعنی با توجه به سطح زیادی که ما میتونیم استفاده بکنیم در راستای نصب سطوح خورشیدی، یکی از برنامه‌ها این هست. و بعد موضوع نصب سطوح خورشیدی روی بام منازلی که علاقه‌مند هستن که بعدش هم اگر بتونن صرفه جویی بکنن در واقع برقشون رو بتونن بفروشن به خورشید، در دستور کاره، ولی بقیه در مسیر اجرایی شدن هست. بسیار خوب. و بحث خالی بودن سدهای کشور و تصاویری که همین چند وقت اخیر منتشر شد از برخی از سدها که چقدر افت ذخیره پشت سد دارن. آخرین گزارش شرکت مدیریت منابع آب ایران که امروز منتشر شده میگه میزان پرشدگی سدهای کشور 46% که نسبت به سال گذشته که خشکسالی داشتیم 10% کاهش پیدا کرده و بارش‌های این هفته هم که پشت سر گذاشتیم در مقایسه با میانگین دراز مدت 34% باز کاهش داشته. مشخصا برنامه دولت برای مواجهه با این موضوع و خشکسالی و مدیریت آب آیا طرح ویژه‌ای رو پیاده سازی خواهد کرد در سال پیش رو؟ ببینید، در مورد آب ما هزاران ساله که در این اقلیم خشک پیشینیان ما و نیاکان ما زیست کردن و بدون اینکه خیلی بخوان طبیعت رو دستکاری‌های عجیب و غریب بکنن، هم کشت و زرع انجام دادن، هم صنعتشون رو داشتن، هم زیست خودشون رو داشتن. ما تو این سالهای گذشته به خصوص حفر چاه‌های عمیقی که ما داشتیم و تعداد زیادی از اینها غیر مجاز هستند. واقعا این خیلی جای تأسف داره که ما برخی از اوقات محصولات کشاورزی رو داریم که بسیار آب برن و حتی صادرش هم نمیتونیم بکنیم، حتی پول خودش رو هم در فروش نمیتونه در بیاره، ولی همچنان خیلی از اینها کشت میشه. در آخرین جلسه شورای آب که در روز 28 اسفند ماه به ریاست معاون اول برگزار شد، برنامه‌های مفصلی راجع به مدیریت کردن کشت، راجع به کنترل چاه‌هایی که به صورت غیر مجاز با توجه به در واقع رصد کردن سطح آب انجام میشه در دستور کار قرار گرفت. نصب کنتورهای هوشمند هم روی چاه‌ها، هم روی در واقع منازل، هم روی بسیاری از مراکز صنعتی که آببر هستن، استفاده از آب‌هایی که اصلا بهش میگن آب‌های نامتعارف و آب‌های متعارف، استفاده از پساب‌ها و به نوعی تصفیه کردن اونها، اینا جزو موضوعاتی هستش که در کشورهایی که نظیر کشور ما در منطقه خشک دنیا قرار دارن استفاده میشه برای اینکه بتونه
مدیریت بکنه میزان مصرف آب رو و از طرفی مدیریت مصرف آب توسط شهروندان یکی از موضوعاتی هستش که به هر حال باز مثل بقیه موضوعات که ما نیازمند این هستیم که مدیریت شده مصرف بکنیم، این هم جزو موضوعات مهم هست. مصرف بالای ما الان تو حوزه کشاورزی بالای 90% کشاورزی بله. دیگه و اینکه ما همچنان سنتی آبیاری انجام میدیم و مکانیزه نیست و این خیلی میتونه متاسفانه در حوزه کشاورزی ما علیرغم اینکه بارها راجع به این موضوع صحبت شده در دولت‌های مختلف که شیوه کشت غرقابی جزو شیوه‌هایی هستش که آسیبزاست و عرض کردم حتی هزینه خودش رو هم بر نمیگردونه، یعنی چه بسا اگر که برخی از محصولات کشت نشود، به خصوص کشت برخی از محصولات در برخی از استانهایی که اصلا معنا نداره. من مثال برنج رو بزنم، ما الان در بسیاری از استانهامون برنج کشت میشه و این استان اصلا مناسب نیست برای کشت برنج، ولی همچنان اتفاق داره میفته. لذا یکی از موضوعاتی که در جزو مصوبات شورای آب بود این بود که مدیریت بشه موضوع کشت محصولات متناسب با اقلیم هر کدوم از استانهای ما. بسیار خب، ما به تقریبا 5 دقیقه شاید کمتر تا پایان این گفتگو فرصت داریم. حالا چون حوزه آب رو داریم بحث میکنیم، بحث آبخیزداری، آبخوانداری خب خیلی مهم است و پیگیری اون لایحه آبخیزداری که هنوز نهایی نشده، اونو ممکنه بفهمیم در چه مرحله‌ایه؟ موضوعات کلیت موضوعات آب و آبخیزداری در واقع در شورای عالی آب بررسی شد و جزئیات موضوعات رو میتونیم پس از انتشار اون دنبالش رو داشته باشیم. بسیار خوب. موضوع کالابرگ رو هم بپرسم که ظاهرا بیان شده که در سال 1404 هر ماه این اتفاق بیفته. آیا دولت برنامه‌ریزی کرده که 12 بار کالابرگ توزیع بشه بین دهک‌هایی که فعلا با توجه به اینکه تامین منابعش موضوع مهمی هست، فعلا تا 1-2 ماه پیش رو وزیر محترم پیش بینی کردن. امیدوار هستیم که برای ماه‌های پیش رو هم موضوعات تامین منابعش تامین بشود. بسیار خوب. و بحث ارز رو هم بپرسم. بحث بازنشستگان میگم خیلی سوال داشتیم دیگه، استرس گرفتم که کدوماشو زودتر بپرسم. حالا چون شما نوشتید اولویت‌های دولت، من این نکته رو هم عرض بکنم که 2 تا از مهمترین اولویت‌های دولت که حالا اقتصادی نیست ولی بسیار بسیار مهمه، یکی تحقق عدالت آموزشی است که واقعا جز موضوعاتی هستش که رئیس جمهور بسیار براش وقت گذاشتن و این رو من عرض بکنم که آقای دکتر پزشکیان تنها رئیس جمهوری هستند که این میزان برای حوزه آموزش عمومی یعنی آموزش و پرورش وقت گذاشتن. ما نداشتیم، به صورت مطلق میگم، نداشتیم کسی این همه برای حوزه آموزش و پرورش اعم از ساخت مدرسه و محتوای آموزشی و در واقع به نوعی کیفیت بخشی آموزشی وقت بذارن. لذا یکی از موضوعات اولویت داری که در دولت دنبال میشه و ایشون مصمم هستند که موضوع رو بتونن انشاءالله سر و سامانی بدهند، یکیش اینه. چون یکی از موضوعاتی که اتفاقا باز تو اقتصاد هم ما اینو داریم، موضوع نیروی ماهر کاره. نیروی ماهر کار یه قسمتش باید از تو آموزش پرورش شکل بگیره و بیرون بیاد، یعنی به عبارتی مهارت آموزی باید قسمتش از اونجا شکل بگیره. لذا یکی از موضوعات اولویت داره. یکی دیگه‌اش هم موضوع بهداشت و درمان هست، باز جزو موضوعات اولویت داره. چون من دیدم عنوان برنامه رو این گذاشتید و شاید تو سوالات شما نباشه، باید میگفتم اینو. موضوعی که به هر حال نظام ارجاع بتونه شکل بگیره در کشور و به عبارتی ما خیلی از اوقات میزان یارانه‌ای که روی دارو داریم میدیم، باز این هم جز موضوعاتی هستش که خیلی از اوقات به اون افرادی که اتفاقاً باید بهشون برسه به اندازه کافی نمیرسه و افرادی که متمول هستن چه بسا بیشتر از حد نیاز دارن استفاده میکنن. یکی از موضوعات جدی که آقای دکتر پزشکیان حالا خدا رو شکر تو این حوزه تخصص خودشون هم کامل هست و اشراف کامل هم دارن دنبال میکنن، موضوع عدالت، سلامت و بهداشت و درمان هست. خیلی متشکرم. مرحله دوم همسانسازی و حقوق بازنشستگان، این از چه زمانی اجرا میشه و آیا اون موفقات متناسب سازی سال قبل به همه بازنشستگان داده خواهد شد یا نه؟
طبق قانون اون چیزی که به عنوان متناسب سازی و در واقع همسان سازی در نظر گرفته شده بود، یه قسمتش که همونطور هم که خودتون میدونید پرداخت شده، قسمت دیگرش انشالله پرداخت خواهد شد و با تامین منابعی که یعنی هم قانونگذار دیده و هم از طرفی سازمان برنامه هم در حال تامین منابع هست، انشالله در دستور کار. انشالله. و اینکه وزیر اقتصاد که این معرفی میشه، این گزینه‌ای که مطرح میشن تایید میکنین توی فضای مجازی اسمایی برده میشود؟ آیا به گزینه نهایی رسیده دولت؟ به وقت خودش اعلام میشه. فضای مجازی کارش گمان زنی است دیگه. مگه انتظاری بجز این داری؟ نه، میخوام الان جنبندی شده که چه کسی معرفی بشه. حالا نمیگم اعلام کنی، ولی جنبندی شده، گزینه‌های مطرح هست. زمانش هنوز معلوم نیست که کی معرفی خواهد شد. واقعیتش اینه که آقای دکتر اکرمی به عنوان سرپرست خیلی کار خودشون خوب دارن انجام میدن و دولت ترجیح میده که با بدون شتاب زدگی با حوصله این کارو در مدت قانونی خودش این کارو با حوصله انجام بده. بسیار خوب. در آستانه روز جهانی قدس هم قرار داریم. 30 ثانیه هم فرصت داریم. این حضور در راهپیمایی چقدر میتونه اثرگذار باشه در حل مسئله فلسطین نظر؟ طبیعتاً هر چقدر که مردم ما به جهت پیوستگی تاریخی و پیوستگی فرهنگی و پیوستگی دینی که با مردم فلسطین دارن و به نوعی انقلاب اسلامی مشارکت‌های و مشترکات مهمی که با روز قدس داره با مردم فلسطین داره، همه اینها میتونه در روز قدس خودش رو نشون بده و همونجوری که امام راحل فرمودن امیدوار هستیم که انشالله با مشارکت همه شاهد قوت گرفتن مردم فلسطین. خیلی متشکرم خانم دکتر مهاجرانی، سخنگوی محترم دولت، از حضور شما در گفتگوی ویژه خبری امشب. ممنون از شما. و تشکر از شما که نگاه کردین. شب بخیر.